اوکی بریم داستان بازی رو با هم دیگه شروع کنیم که برسیم پایانش و لذت ببریم. فصل 1 پاییز 2004 پس از روزگار شدن دختر رئیس جمهور لیون اسکردی مأمور شده است که به یکی از روستاهای شرق اروپا برود. او با بار سنگینی که بعد از راکون سیتی روی دوش‌هایش گرفته راهی سفر شده است. فکر کنم راکون سیتی هم مربوط میشه به رزیدنت اویل 2 که ما داشتیم با هم دیگه. اوکی برو بریم برای ادامه گیم که تا اینجا با هم دیگه رفته بودیم و از بالا صدای زامبی می اومد. مخفی کاری باید بکنیم اینجا. من از مخفی کاری خوشم. یا خدا خوکاش چرا گونه بزن تو سرش. خدافظ. آروم باش بابا گاو خرد. یه زامبی کش. عجب گاو خری ها. برو گم شو. خب بریم سراغ اون پیرزن بدبختی که داره برای خودش اینجا رو مرتب میکنه و حرف اضافه میزنه. بمیر مادر. خیلی دیگه کی اینجاست؟ در قفله. او از تو صدا میاد. مثلا راه برو. نشسته حال نمی کنم. اینجا بازه؟ نه اینجا هم قفل. بریم این سمت ببینیم چه خبرم. کلید میخواد که نداریم. از اینا برداریم. بده من. خب یه جور برم بالا. بالا یه نامه اینجاست. محض رضای خدا یه نفر از شر اون مدال های آبی که دیوونه های مذهبی آویزون کردن خلاص بشه. مدال های آبی رو بزنیم نابود کنیم. مدال های آبی به چشم خورده بود. حالا باز به چشم بخوره میزنمش. تیر نزدم که این زامبیا نریزن رو سرم. اوکی اینجا باز اینجا. ای من باید تیر بزنم. خب اینجا رو زامبیا منو فهمیدم. من اینجا عالی شد. خب بعد از اینا بذارم. اوکی از اینا ندم. بعد هم چه خود باید درست کنیم. ریلودینگ. ایناش مدالای آبی اینا رو میگم. تو اومدی بالا یا پایینی؟ نه ریلود کن لیون. بمیر. زحمت مدال آبی. آجی ریلودش خیلی طول میکشه. اصلا وسط فایت ریلود نباید بکنم. گانه این لیونو. بپر تو. ماشاءالله ماشاءالله ما صدا کیه؟ این کیه؟ بمیر بالا نه یا بالا بیای. اینو زدم انداختم پای. بابا چرا خودت میپری پایین؟ عجب خنگی هستی ها.
مدال آبی وسط این همه بدبختی ما درگیر مدال آبیم. برو 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 بزن تن به تن. اوه نه 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 جونم ته کشیده اصلا ناجور. ترکیب کن ترکیب کن استفاده هم بکن. بده 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 ریلود. خب ماشالله برو بریم. برو سمتش. ها اصلا نباید من میرفتم. بوخ عجب گیری کردیم ما. ولمون کنید بابا تموم شد تیرم. بابا دهنه تو سرویس. یه دونه استان میخوایم بندازیم اونم نمیذاری بگیر. وای وای خب مرسی. برو 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 تن به تنش کن. خب این مرد خدا رو شکر. این هم که دیگه کشتنشون کاری نداره. یکی داره میاد. وای خب اینم مرد. تمام دیگه باید بمیری دیگه. اینم مرد. چه عجب. یه دونه دیگه از اینا. آها چیزم میشه ساخت اگه بشه. آره اوکی بازم میشه دیگه. ندارم از صبر کنم. خب خیلی هم عالی. ببینیم اینجا چیا پیدا میکنیم. سکه از اینا و چرخ دندم پیدا کردیم. چاقو هم پیدا کردیم. دوباره از اینا یاقوت بزن بشکنه. حالا اینجا هم باز کردیم بریم بالا دیگه. خنگ یارو داشت میامد بالا. به جای اینکه نردمونو بندازه خودش انداخت کنیم. یاقوت بازم دیده بودم ولی حوصله زدنشون رو ندارم. پس بریم اینو درست کنیم و از اینجا خارج بشویم. بذارش اینم بزن بی زحمت. آریکلا لیان جان برو بریم. لیون زیبا. اما یه درها رو به راحتی باز میکنم. برو بریم. یه رو بزن. یه رو بزنیم برداریم که فکرم یه تیر دیگه بشه ساخت. آره یه شاتگان بسازیم به درد بخوره. قلفه اینجا هم راه داره. آره راه داره. پول بده. یه شاتگان دیگه هم دارم استفاده نکردم. او نه برو اینجا. اینجا فقط جو معبه هست. چیز به درد بخوری نیست. اوکی. نگه دارید. حالش بده لیون. اوه قشنگ بوی کثافتش اسم میشه که چیه. برو بریم.
بابا تیر بده پول میخوام چیکار. ای بابا زدم جا خالی دادم دیگه، چرا کار نمی کنی تو؟ ای داداش برو خونتون بی زحمت. خب خوب زود مردی. نمیشه چاقو اینو برداریم؟ داستان اینا به درد بخوره. خب این بر بریم. پدر سگا رو نگاه بیافتید پایین ببینم. یکی گو هم بیافت. شوهرتو کشتم. من خودت هم میام میکشم. اسکل چاقو رو بکن تو حلقش. اسکل از سنگ رو من میندازم. فکر کرد اینجا شهر هرته. چه تاریکه، هیچ نمیبینم آقا. خفاش. اوه منو دیدن. خب کنکله. اوه این بومبون پرت میکنه تو دست خودش، بهتره که خیلی خوب میشه. پرت نکنیم پرت نکنیم. چرا نمیتره که ترکی. اوه اینجا بومبون کاشتن. بیاین بچه ها بیاین. بیا 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 باری کلا پسر تو خیلی گلی. یه چی پایین دیدم. ای ای ای. آها بچه زرنگ کی بودم من؟ کجا میای؟ ها یکی بمب انداخت. اوکی سلطان جاخالیه جهان. برو ببینم. ای بذار یه دقیقه از حرف زدنم بگذره. خب مرد. ای پرت کرد تو دهنم. تو سطح درگیر اینم. برو بریم آقا. گرافیک گیم وسط گیم به هم خورد. این اولین باره همچین چیزی میبینم. اوکی برو بریم. چقدر همه چی روون باشه خوبه. نشم عذاب. چی افتاد این تو دهن من یهو؟ مجبورم اسپریه رو بخورم. مشکلی نیست. برو بریم. کجایی تو؟ من فقط پیدا کنم بیچارت میکنم. بهم میگم بیچاره واقعا بیچارت میکنم. نه پرت نکن دیگه آدم بد. یه نبرد تن به تن با هم نشه. برو. خب این یکی کو. ای دکتر بمیر همون تو لک خودت بمیر. خب بریم اون بر عرضم به خدمت شما که لوت موتاشو جمع کنیم. جام بودم اینجا. بده من اینم بشکن برداریم. برو بریم. یه خونه اینجا بود. بریم داخل خونه هرم ببینیم. ما اینجا دریاچه هست. از تو خونه صدا میاد. یادمه اون سری که من قدیمیشو بازی کردم این تو لوئیس بود. بکنم بازم اینجا لوئیس بیاد و ببینیمش. آره یه کموده هست. داره لگت میزنه به کموده. البته لگت که نه دست پاشو بستن داره. خب داره کلا میزنه به کموده. برو بریم. کسی نباشه اینجا. به به خودم نترکم. آیناش بابا عکس بود نیدمش اصلا. بابا بردار یه دقیقه قاب عکسو. این چی هستم؟ یه پدر بزرگ. اوکی یه دقیقه صبر کن. یه دقیقه نکن. الان میم. نه لوئیس نیست. صدای زامبیه این.
What's that noise؟ واقعا این What's that noise؟ لیون قوی. نه همون لوئیسه. چی یادم اومد. لوئیس نیست که. اینجا کیه؟ 2 ساعت داشتی با تبر خودتو جر میدادی. لیون با 2 تا لگد باز کرد. باز کن ببینیم کیه. کسی نیست. ها؟ چرا قوه رو بزن. او آره لوئیس دیگه. سلام لوئیس جان. اوه. Seemed like you really wanted to talk. How observant, senor. Senor. You got a smoke? No. No, those things will kill you. Oh, well, maybe just untie me then, huh? Joder, not this guy. Who are you? Yeah, stop right there. اوه. گنده شنو من. گنده این زامبیا. نمیتونم بهشون بگم زامبی. آخه اینا زامبی نیستن. آمپول بکن تو گلوش. ای. یه دختر رئیس جمهور خواست نشون بده. یعنی میگم نشون بده نجات بده. واسه خودش هم داستان درست کرد. آقای لیون اس کندی. Sacrificial lamb, you will receive our most sacred body. نه این. It begins now. اوکی. Oh, what the fuck? Hey, stop it. Hey, Yankee. Got your name? ینکی. Leon. Quiet, eh? I'm Luis Serra. Guess you, me, the wrong spot to vacation, eh? Hey, stop it. You move, I move. Beat up enough SCGs. I can see you're thinking. Bet you've been in spots like this before, huh? I guess you're here looking for someone. One more guess. Maybe some missing señorita? Young girl? درسته. Talk. Now. All right. See. Heard chatter about moving a señorita. Moving her. Where? Who knows? But later, saw some men dragging someone واو. to the old church. Hanging with you. Not Hey. شانس آورد. آها. بزنی کلشو بتره کنید. باری کلا لیون. خب دختر رو بردن کلیسا. حله. Hey, we're not done here. Later, amigo. عجب لاشی. Shit, they took my gear. هیچی ندارم. Condor 1 to Roost. I've located Baby Eagle. It sounds like she's being kept in some church. Great. That's good news. I heard it from this guy I met. He said his name is Luis Serra. Mhm. There's something fishy about him. I need you to run a background check. We'll call Condor 1. I'll see what I can find. In the meantime, make your way to that church. اوکیه. Right. I'm probably due for confession anyway. Condor 1, out. اوکیه. اون میره اطلاعات اون یارو لوئیسه رو در میاره. ما هم میریم دنبال خانوم گم شدمون. داشت به سمت کلیسا برو که وسیله ندارم. وسیله همو بذار اول پیدا کنم. کجا انداختم وسیله هم؟ این زنده نشه بیاد ما رو بخوره. الو الو.
چاقو دارم. چشم بیجلا تاریکه هیچی نمیشه دید. اوه دعوایه. میدونم دیگه اینا رو. درود بر تو که اینقدر ساکت و مؤدب هستی. Hey, that's my gear. تو چجوری منو دیدی؟ بیا جلو ببینم. خب زد منو له کرد که با تورش. داداش من یه چاقوی خیلی معمولی دارم. بمیر اسکول. بزن بهتره کن. ها از اینجا داره صدا میاد. بپر تو. کسی اینجا نیست داداش. زهر ما بمیر نوب سگ. اوکی نگه داریم. اوه در اون ور باز میشه، یعنی باید بود هم برم برسم تا اونجا. 1 2 3 بدو با تا من برسم اون 2 سال بعد بسته شده. من چیکار باید بکنم؟ نه هنوز بسته نشده. خب خوبه. ای نه باز کن سری. برو بشین. باری کله بابا. لیون کی بودی تو؟ به به وسیله هم که گرفتم. اینو بده، اینم بده، چاقورم به ما بده داشته باشیم. حالا کلید اینجا هم که نداریم. این درم که خودش رو میتونیم باز کنیم. نمیتونستی دست رو بکنی اونجا باز کنی. ولی خب خوب بود دیر بسته شدی. نایس، بهت افتخار میکنم. این یارو که ازش وسیله می‌خریدیم. stranger. تو کیستی؟ ای ملعون. خب میگه در خونه اشغال کردن خلاص شد. نمیدونیم که آیا ناقل بیماری خاصی هستن یا نه، اما ترجیح میدیم که اصلا چیز درباره‌شون نفهمیم. تمام موش ها رو بکش. چشم. اینجا میگه تاجر یک شب پولدار شد. درخواست ها در چه حالن؟ میدونستی میتونی لعله هایی که به عنوان پاداش میگیری رو با وسایل با ارزش قابل میتونیم بفروشیم. وسیله ها رو کلا هرچی پیدا میکنیم. حله. سلام رفیق. میتونیم بخریم. کمبود فضا داریم. بعد دوربین تفنگ، اسپری. اوکی تعمیر و تنظیم. خیلی هم عالی. پول خاصی هم ندارم الان. فقط قدرت همین پیستولی که باش میزنم یه ذره زیاد کنم و دیگه پولم تمام شد. مبادله، فروش. اوکی کلیدو بفروشیم. نمیتونیم بفروشیم، نیازش نه. گردنبنده رو میتونم بهش یاقوت بزنم. کریستال آبی رو میتونم بفروشم. کلیده رو میشه فروخت. منم این یاقوت ها رو از کجا میشه یکی کرد؟ یکی کنم ببینم مثلا چند میگیره. اینجا دیگه داداش. یکی هم اینجا. قیمتش الان 20,000 تاست. 2 تا دیگه هم روش بندازم خیلی خفن تر باید بشه. ناره 20,000 تاست. 2 تا دیگه هم بشه اد کنم قیمتش خفن تر میشه. چشم. تفنگ شکاری ندارم، نخریدم، جام نداشتم. خب اینو باید پیدا کنم بریم اون سمت. یعنی من چیم؟ خوبی؟
بمیر جان مادرت، مزاحم میشن اینا. بمیر دیگه. خب برو بریم. حالا اینجا تفنگ شکاری واقعا نیاز بود، میگرفتیم میزدیم اینا رو. بپریم پایین بریم چی میشه. جا خالی میدی واسه من؟ عجب دهن سرویسی. بمیر. چاقم شکست. ریلود کن. هدشات شاید شبیه همین شده تا. آها تو از این تو هم بخور. بمیر جفتتون بی زحمت. اوه چی زد؟ ای کسافتونه. جانه مادرتون برید گمشید. بزنم تو دستش. جا خالی. اونم ترکید. بردار اینا رو. اینم بردار بی زحمت. ریلود. بالام هم هست. مرسی. اوه جون. استفاده ساختن یادم از اینا بساز. ممنون. ای بذار رد شم. بازم چاق رو بکن تو حلقش بمیره. اگه بمیره نمیمیرن اینا. بیا این جلو. نارنجک داشتم من. وای افتاد تو صورتم. اگه بتونم جا خالی بدم عالی میشه. جا خالی ای نشد. نارنجک رو بده من که واسه داستان بریم. عالی شد. چقدر زیادید شما آجی. بمیر. اون واجب تره. اوکی. تموم شید. جان بچه هاتون. اینجا یه صندوقه که کلید میخواد. کلید نمیخواد. باز شد خودش. یاقوت پیدا کردم باز. این چیه؟ شت. اوکی اینو باز کردم. برم این بالا. از اینجا یه دونه هدشات مشتی. بپرم پایین. یه هدشات دیگه. بابا نه گیر کردم. خدافظ. جون میخوام. موسم چه تکون نمیخوره. تکون بخور جونم بچت. دارم از شاتگانه استفاده نمی کنم. خوش سرمه. آهاهاهی. من از اونو پیدا نکردم که بخوام برم. شاتگان بده. چی میگی شما؟ ای یهو چی جوری تو در اومدی از اون وسط؟ نه خدای من ریلود نکردم. واقعا همینطوری دارم میام. خب چرا نمیمیری؟ چرا نمیمیری خدایا؟ خب تو مردی. برم اونجا این وسیله ها رو بردارم. البته برم این تو اول. گل زرد.
بازم دارم میان اسپری. بپر بیرون. بازم دارم میان. بردار بردار. برام اون سمت. اینم اون سمت اصلا چه خبره؟ نگاه کن کثافت ها رو همینجوری دارم پرت میکنم. بگیر. باز کن. بله قلفه. آی برو تو. این که چاقوم هم شکست. برو بالا. پرید پایین. بالاخره گرفتمش. برو باریک. یارو اونجاست. با کاش نمیذاشتم بیای بالا. برو پایین. با همونی که تو دستته برو پایین. همونی که تو دستته بهترک. برو پایین. برو پایین. برو پایین. بفرما از جای دیگه نیا. بفرما. هش میکنم. بفرمایید. Give me a break already. میشه بمیرید؟ ای خدایا. تو هم بالا اومدن بلدی؟ اوکی. چقدر مانی. ای بالا یادم رفت این چیز میزاشو بردارم. آی نه. برو گم شو. ممنون دوست خوبم. خب از همون ور نمیتونی یه کاری کنی بشینه در؟ من نرم 2 ساعت عوض کنم راه همو. وسیله ها رو برم بگردم ببینم چیا داره اینجا. چه کودنید از این ورم میومدید 2 طرفم میکردید راحت میکشیدم. عقلتون نمیرسه دیگه، دست خودتون نیست. کند مغزید. سلام بمیر خانومی. کلید برای کجاست نمیدونم. بپر بیرون که بریم آقا. رفع زحمت کنیم دیگه، زیادی اینجا موندیم. آی همه چی دیگه دارم میندازن سمتون. خداحافظ آقا، ما رفتیم. مزاحمم نمیشیم بیشتر از اینا. همینجور داره میندازه. چه پر روید شما. حقتون مثل سگ بمیرید. راحت شدیم. 15 که پول دارم. اینم با این مخلوط کنم. اینم با این مخلوط کنم. دیگه بازم مخلوط. اوکی. اینو بذار اینجا. اینم اینجا. نه اینجا مرتب کنیم قشنگ مثل بچه خوب. بعد بریم. بذار اینجا. و که بعد درست بذار. ای بابا اینجوری. آها حل.
واکون. برو بریم. ولکام توی یک مکان جدید و ترسناک که زامبیاش میخوان ما رو بکشن. آره دقیقا همینی که تو میگی. ای من اصلا نفهمیدم اینجاست. برو خونتون بابا اسکول. فکر کردیم ازت میترسم. درست فکر کردی. برو بریم. Not bad, right? آی بریم ادامه. مرد. آره مرد. هولم نکنید. ای پیرزن ملعون. برو تو تلت. مرسی. ترکید. یاقوت کبود. بزن بریم. نریم تو این صدای ناگوار میایه. ای کلاق. در یه پولی بهمون بده. تیر میرم داریم. اوکیه میریم. کلاق. کلبس این؟ آره توش کسی نباشه. خب اوکیه. نه چیه؟ متن ناخوانا در مورد عروسک ها. تاثیرگذاری آنها مانند قبل نیست. عروسک های کوکی رو نابود میکنیم. چیز مهمی هم نیستن اینا. نمیگه اینا رو بزنم 16 تا ورز اینو بزنم. اوکی. ای نه 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 اینجا یه چیزی بود. اونجاست. هی ملعون. صدای او نه اره موتوری اینجاست. وای اره موتوری اینجاست. سلام دوست خوبه. من دوباره هم دیگه رو دیدیم ولی این بار میکشمت متاسفانه. ای نه 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 خوش سرم. یا ابوالفضل فرار رو برقرار رو باید ترجیح بدیم. خوشبختانه شاتگان داریم. برو بریم. داداش میخوای بمیری؟ حرام این نمیمیره. نه مرد بالاخره. بمیر بابا تو مال این حرفا نیستی داداش. برم بزنمش. اینا رو بردارم. زمرد. اوه اینجا از اینا بود. بابا تیرام از 56 تا شد 34 تا. لعنت به این اره موتوریه. اوه وایسا اینو میتونم خونسا کنم اینو. بدارم نزدیکش. عالی. من 200 تیر میزدم بهشون. بهتره که. اینجاها چی داریم؟ بذاریم چیزی میتونم بسازم. مهمات مسلسل فعلا یه دونه از این بسازیم. اینیم بقیه رو چیکار میتونیم بکنیم. بکی باز کن بریم. قلفه متاسفانه باز نمیشه.
من تو را خواهم کشته ای ملعون. خب دهن ما رو سرویس کردن اینا. این دیگه باید باز شد. بله میشه چرا قوه بگیری؟ نه روشن شد. چه خونه کثیفی اینجا. همسایه پوز بده. عکس خانواده بالاخره گوشت از گوشت ما، خون از خون ما. تشکر کنید و شاد بشید. اوکی و رمز اینو بگردیم پیدا کنیم. چی بود اینجا؟ عکسای قدیمی. کلید کوچیک باشه. اینقدر موزیکشو سینمایی و ترسناک نکن. یه کلید برداشت. تخم مرغ قهوه‌ای. بریم بالا. سیو کنیم. چی؟ ایلومینادوس. مردم در احترام فراوان به ارباب خود گرانبهاترین دارایی خود را تقدیم کردند. کشاورز پیر بهترین محصولش، دامدار چاق و چله ترین خوکش، پیرزن گدا فرزند عزیزش. آخری دارک شد. ارباب این هدایا را دید و خوشحال شد. خیلی عالی. می‌خواستیم 100 سال خوشحال نشم. کلید هم نداریم. ای بابا. پس بریم بگردیم اون رمز پایینی رو پیدا کنیم و بازش کنیم. او اون چیزی که خونده بودیم، کشاورز بهترین محصولشو. اوه چه صدایی محصول میشه این. خوکم که اینه، فرزندم اینه. اوکی خیلی عالی. اصلا خب الان که چی احمق. تاش خواستی بمیری دیگه. حواس من داستان درست میکنی. به درد نخور. بذارین تو. بابا یه کلید میخواستی دادیم به دیگه. داستانا رو نداریم که. اوکی. درست شده بودم. یه ذره اینجوری. آها آریکل. برو بریم. گزارش‌های دهکده بخش سوم تاریخ 10 اکتبر. این واقع هوا عجیب بود. گندم پرمرده و گاوا لاغر میشن. 8 دسامبر نشانه‌ای از قحطی. ما فاقد ابزار در مزارع هستیم. هم در صورت ارباب چی؟ ارباب ستلر قطعیه. 30 ژانویه 30 نفر از گرسنگی مردن. 5 تا گاو. هی 11 مارس بزرگان خاندان برای انداختن قرعه جمع شده. 6 تا دیگه برای ارباب ستلر انتخاب شدن. امروز 8 تا دیگه، امروز 4 تا دیگه، امروز 11 تا دیگه. 2 تا غریبه گم شده به دهکده اومدن. اونا رو برای مراسم به محراب بردیم. امروز نیازی به قرعه کشی نیست. واو. اینا رو قرعه کشی میکردن، میبردن قربونی میکردن. کلید نشانه دار. اوه گنده‌شون اومد. ای خیلی گنده است ها.
ایدا وای ایدا داداشمه. چرا ولش کرد؟ چرا نکشتش؟ ای راحت میتونستی بکشیش. ای نمیکشی بعدم میکشت تا خود دانی. Gift. My blood. My blood. این فصل هم تموم کردیم و قرار بریم برای فصل سوم.